گفتمش دل میخری پرسید چند. گفتمش دل میخری پرسید چند. گفتمش دل مال تو تنها بخند. خنده کرد و دل ز دستانم را بود. تا به خود باز آمدم او رفته بود. دل ز دستش روی خاک افتاده بود. نقش پایش روی دل جا مانده بود. چقدر بی‌وفایی. همتون عزیز سلام علیکم. مرحله 5 بهترین جشنواره 12 ستاره افغان است. شب گذشته دیدین که یکی از ستاره های خوب و آوازهای خوبی جشنواره بابک محمدی با کمترین رای با دلک ناخواسته ما و شما را تنها گذاشت. این روال برنامه است. اگر شما به ستاره های مورد علاقتان دوامدار رای ارسال نکنین با سرنوشت بابک و ستاره های دیگه سردشار میشن. در برنامه امشب ناگفته نمونه که ما 3 مهمانم داریم که باز بعداً براتون میگم که مهمانای ما کی است. حالا 4 سلام اما تو جانانه به 4 مهتاب ستاره افغان. قیس جان الفت، استاد سیداگل مینا، آریانا جان شیک و دوست داشتنی، و عبید جان جوینده. همتون عزیز، بعد از اجرای ستاره ها نظرات داورای عزیز ما را به دقت گوش کنین و به ستاره های مورد علاقتان رای بدین. شمایی که تا امروز به یکی از این ستاره ها رای ندادین با طریقی رای دهی آشنا شوین و بعد از اجرای ستاره ها تلفن هایتون بگیرین و از طریق فیسبوک میتونین که رایگانم رای ارسال کنین. طریقه رای دهی در ستاره افغان با 456 تماس گرفته کلید 1 5 و سپس کد نمبر ستاره دلخواهتان را دایر نمایید و به 8656 فقط کد ستاره مورد نظر خود را ارسال نمایید و در سرنوشت ستاره مورد علاقه خود سهم بیشتری بگیرید. نکته: خدمات 456 برای همه شرکت‌های مخابراتی محلی قابل تطبیق می باشد و به 8656 صرف دارندگان سیم کارت های روشن، اتصالات، MTN، وصل تلکام و سلام پیام فرستادن می توانند. حالا شما از یک سیم کارت فقط یک رای ارسال کردن می توانید. اما اگر می خواهید برنده جوایز چون موتورسایکل پامیر و سیت های موبایل آیوا شوید، پس هر قدری که می خواهید رای ارسال کردن می توانید. و در خارج از افغانستان به شماره 0093 799 780 456 تماس گرفته با ستاره دلخواهتان رای بدهید. موتورسیکلت پامیر، کیفیت اولویت ماست. این خوب شد هموطنان عزیز که با طریقه رایدهی بیشتر آشنا شدین. یک نوید تازه به علاقمندان انرژی و حالا پارتی انرژی به شما علاقمندان خود طعم جدید خود با برند پارتی و با طعم و ذائقه فوق‌العاده عالی به بازار عرضه کرده و امیدوار هستیم که شما علاقمندان انرژی از طعم و ذائقه پارتی جنسینگ لذت ببرید. توانایی جسمی و ذهنی فقط با پارتی انرژی درینک. ډیرو قدرمنو لیدونکو وروسته له دې تاسو کولی شئ چې د فیسبوک له لارې د افغان ستوري ګډونوالو ته په وړیا ډول خپله رای وکاروئ. راځئ چې د رای ورکولو د وړیا خدمتونو څخه ځان خبر کړو. حالا شما می توانید از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک به ستاره مورد علاقه‌تان به طور رایگان رای دهید. به صفحه رسمی فیسبوک ستاره افغان رفته در این صفحه برگه رای دهی را انتخاب کنید و بعد از گزینش ستاره مورد علاقه خود دکمه ارسال را انتخاب کنید. فراموش نکنید هر شخص تنها یک رای ارسال کردن میتواند. همتون عزیز، در برنامه امشب ما مهماندار هستیم یکی از پیشکسوت‌های موسیقی محلی هرات، کسی که نیم عمر خود وقف موسیقی کرده و
یکی از بزرگای موسیقی هرات است و همچنان اگر یادتان باشه آهنگ دختر بابا که سالهای قبل در تلویزیون طلوع خیلی ها گل کرده بود، حالا کف بزنین که استاد قاسم مسرور و نعمت الله حسین زاده رو استیج میاین. سفر ها بله بابا سفر ها بله جان پدر ها بله از ما به چند از شما به یک مردم به بیار دنبه را مالیده کنه بده که بنده که کنه به پیش بی بی چه کن بی بی نخوره ما چی کنیم بابا سفر ها بله بابا سفر ها بله بابا سفر ها بله از ما به چند از شما به دو توی ما دو زلف یار یک مردم به بیار دنبه را مالیده کن آی بدی که بم دکچه کن بم پیش بی بی چه کن بی بی نخوره ما چی کنه بابا سفر سفر ها بله بابا سفر ها بله بابا سفر ها بله از ما به چند از شما به سه ما سپای کار دوی ما دو زلف یار سه ما سپای کار دوی ما دو زلف یار یک مردم به بیار دنبه ما لیده کنه بم دیگو بم دکچه کنه بم پیش بی بی چه کنه بی بی نخوره ما چی کنیم بابا سفر ها بله بابا سفر ها بله بابا سفر ها بله جان پدر ها بله از ما به چند از شما به چار ما یکم سه ما سپای کار دوی ما دو زلف یار یک مردم به بیار دنبه ما لیده کنه بم دیگو بم دکچه کنه بم پیش بی بی چه کنه بی بی نخوره ما چی کنیم بابا سفر ها بله بابا سفر ها بله جان پدر ها بله بابا سفر ها بله خیلی عالی، خیلی مقبول. در ابتدا خیلی زیاد خوش آمدین استاد، خوش آمدین به برنامه ستاره افغان. خداوند شما رو تیار داشته باشه، خداوند ستاره افغان رو هم کامیاب داشته باشه مدام. حسین زاده خوش آمدین. قربان شما سلامت باشیم. با عرض سلام خدمت شما و داورای عزیز و نوازنده‌های عزیز و مردم عزیز. بسیار بسیار من خوشوقت شدم که شما رو باز دوباره بالاخره دیدم. خود بابا سفر زنده باشین. میشه در مورد این آهنگ بگین استاد که آهنگ چی فلسفه داره؟ چند ساله شده این آهنگ؟ این آهنگ بسیار قدیمی 100 ساله هست. 100 سال؟ بله. شما چند سالی؟ من 75. آسیه. این کسی نخونده. من بچه بودم که غلام رسول گنگی بود، این خود زمزمه میکرد، این من پیش وردیشتم. از پیش غلام رسول وردیشتم اینا. این غلام رسول کی بود استاد؟ قصه گنگی بود، از بقوریون بود. گنگ چطور آهنگش رو کرد باز؟ بقوریون بود. ها میخوندم اونجی. هم گنگ بودم میخونده استاد بگم. میخونده. این تو کیفیتی داره. دمی که گپ میزد 2 ساعت توتالا میکرد. همطور که شروع میکرد به خوندن خودی دایره به خدا اگه زبونی همیته بند نمیشد. اینه تو ببین. اما داور صاحبای عزیز را من خیلی و خیلی و خیلی و خیلی و از همه بیشتر دوست دارم. کی دوست داره؟ از همه بیشتر که دوست دارم آریانا جانه.
بفرمایید استاد، بفرمایید. همتون عزیز آهنگ مهمانان ما را خود دیدین و این هم جایزه مقام اول ستاره افغان. برای برنده مقام اول جشنواره 12 ستاره افغان یک اراده موتورسیکلت 250 سی سی مدل 2010 از طرف پامیر گروپ اهدا خواهد شد. همتون عزیز بعد از امشب هر هفته ما استیج ستاره افغان با اشتراک کننده های جشنواره های گذشته بیشتر ستاره باران میکنیم و بهترین های جشنواره های گذشته را دعوت میکنیم که این هفته را با یکی از آوازهای فوق العاده خوب جشنواره 11 ستاره افغان آغاز میکنیم. اونجا ببینین که دوست خیلی خوب ما و آوازخوان خیلی دوست داشتنی ما اشکان عرب روی استیج است. یک چک چک محکم کنین که اشکان اجرا میکنن. من از این غم به کجای این زمین تکیه کنم پدرم فرض دارم کل امیدم تو بودی چقدر گریه کنم پدرم فرض دارم خدا کسی جای پدر نمیشه پدر نمیشه گریه کردم به امیدی که تو بر میگردی بر مزارت گل سرخی ناامیدم کردی کل خانه منتظر چشم به در میشینیم پدرم خدا بم راه تو خیلی مردی خیلی مردی عاشقم کردی و رفتی در مشکلات و بدبختی سایه سرم مال خواهرم ای کاش نمیرفتی دردی در دلم ای جان و دلم وقتی که تو میرفتی
خدا کسی جای پدر نمیشه. خورشید هر روز دیرتر از پدرم بیدار می شود و زودتر از پدرم دوباره به خانه برمیگردد. آهنگ خیلی عاطفی، زیبا و مقبول از اشکان عزیز که در وصف پدر اجرا کرد. در عقب این آهنگ زیبا چی راز نهفته اشکان عزیز؟ اولی که سلام میکنم به کلگی عزیزان و امیدوارم و سلام به داوران عزیز و تیم باربود و تمام مردم عزیزمه. میخواستم این بگم که خودم چون که پدر ندارم و از داشتن پدر محرومم، تقریبا 3 سال پیش دیگه هر کس به یک دلیلی دنیا رو ترک میکنه. هیچ چیز من ناراحت نمیکنم، میفهمم همه رفتنیم، ولی که خود یک شخص یک رابطه طولانی مدت و میشه پدر خونه با او خاطره داری تا این آینده ها اعضای فامیل و من بزرگ خونی و اعضای فامیل مر به عنوان پدر خونه بپذیرفتن و همراه اونا هستم، زندگی میکنم. خدا من تمام پدرهای دنیا رو انشالله موفق داشته باشه، سربلند نگه داره، همیشه زنده باشن، عمر طولانی داشته باشن و اونایی که دارن خداوند هیچ وقت از اونا نگیره. انشالله زندگی به کام شما باشه و لذت ببرین از زندگی. شنیدن صدای پدر و مادر بهترین موسیقی زندگی است. اشکان عزیز، ما با داورای عزیز ما کل موضوعات پشتتان دقام شده بودیم. من نظر یکی از داورای عزیز پرسان میکنم، چون سال گذشته با اشکان خاطرات خیلی زیاد دارین. قیس جان. اشکان عزیز از مرا پاری ازی که دوست نزدیک ما است، من یکی از علاقمندان بسیار خاصش هستم. این آهنگم همونطور واقعا یک آواز از این شاهزاده یک تاثیر داره که اشکان من دور میته و آهنگ بسیار مقبول اجرا کردی. پدر من شکر حیات داره، خداوند تعالی عمر مرا برسونه. خدا من حفظ کنه. و واقعا دق میشدم پیش پدر خود. دیگر خداوند تعالی صبر جمیل بر کسانی بده که پدر از دست دادن. دیگر بازم خوشحال میشم که در سر استیج ستاره خان باز میبینم شاهزاده. تشکر قیس جان. استاد نظر شما در مورد اشکان و خاطرات سال گذشته عزیز ما؟ دا ځوان خو دومره خوږ ځوان دی چې موږ سره دومره مینه لرو چې دا نشو هیروي. زه خو یې کباب کړم. آریانا جان از شما میشنویم. حال اقرار میکنم که خودت برای من جای اول داشتی و شاید بر چندین سال جای خودت برای من کسی نگیره. خودت همیشه موفق باشی، غم هازت از تو دور باشه و امیر غم همیشه با احساس بخونی. اشکان عزیز، اجرای امشبت اقدر احساس داشت و اقدر مقبول اجرا کردی که اصلا تعریفش در واژه ها نمی گنجه و بسیار زیاد خوشحال هستیم از اینکه آمدی امشب. برنامه رو تو پر نور و پر نمک ساختی. شما افتخار دادیم ما باشیم. شما باعث افتخارین و دعوت شما به روی دیده و همیشه در خدمت شما هست، در خدمت مردم عزیز خود. تشکر اشکان عزیز. همتون عزیز، اجرای مهمانان برنامه را دیدین و بعد از این اجرای ستاره ها نفس تازه‌ای به برنامه امشب ما میبخشه. وقفه. حالا شما می توانید از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک به ستاره مورد علاقه تان به طور رایگان رای دهید. به صفحه رسمی فیسبوک ستاره افغان رفته در این صفحه برگه رای دهی را انتخاب کنید و بعد از گزینش ستاره مورد علاقه خود دکمه ارسال را انتخاب کنید. فراموش نکنید هر شخص تنها یک رای ارسال کردن می تواند. مرحله 5 بهترین ستاره افغان است و دیدین که مهمانای ما اجرا کردن و اولین اجرا از میان ستاره ها میفهمین که اجرا میکنه حشمت امینی روی استیج است. برش یک کف محکم و جانانه بزنین.
شکایت که رقیب از زبان من به تو گفت زی دوری تو بمیرم اگر خبر باشم تو که نباشیم دم جانی که کتکت یاری کنمه تو که نباشیم دم جانی که کتکت یاری کنمه تو که نشانی خود نبینم به چکتت یاری کنمه تو که نشانی خود نبینم به چکتت یاری کنمه نشینم القبه گوش دل برکیم قاش شد بسریم یار گوش نشینم القبه گوش آتش اگر تفسون که نباشد یک سر خود که میای بجور مطلب دوستی که تو ندارم شو تو را میمون به چی کنم تو که نباشیم دم جانی که کتکت یاری کنمه نباشیم دم جانی که کتکت یاری کنمه تو که نشانی خود نبینم بر چکتت یاری کنم ما واسطه میشیم که حداقل میشمت نوکر خو بگیره. نظرات داورای عزیز ما را میشنویم و اوبای جان شروع میکنید. هاشم جان عزیز، با واسه که با اتکا با ارمنیا خوندین یکم که سر زیاد دقیق نبود، شایدم بعضی وقتا شما را که زیاد دوست دارن تماما وزاره که دیگه تشریف دارن چکچکای از اینا که زیاد میشه شما کمتر میتونن بشنوین خدا با او دلیل سر بسیار دقیق نمیتونن شاید بعضی وقتا شاید دو دلیل باشه و شاید هم یکم که دیشب چون بسیار نتیجه خوب گرفتی دفعتاً باز احساساتی شدی. نه سالمی تشویقات مردم همون 70%. 7 نمره. تشکر قربان. خدا جان شما تشکر. آرین جان نظر شما. من قبل از اینکه درباره حشمت جان چیزی بگویم میخوایم که دو میمان بسیار عزیز و دوست داشتنی را در برنامه امشب خوش آمدید بگویم. بسیار خوش آمدین، صفا آوردین استاد مسرور عزیز و همچنان حشمت جان حسینی با آهنگتان همگی من شاد ساختین. زنده باشین. حشمت جان مثل که اوبای جان گفتن اجرایتان یک کمک مشکل سر داشت. یکی از آهنگایی است که من بسیار دوستش دارم، من خودم اجرا میکنم در کنسرت های خود، مخصوصا آلابک اول که میری آسان نیست گفتنش، یک کمک از سرم برآمد، مخصوصا در قسمت های آخرم و در قسمت انتره پارت دومش یک کمک مشکل لیام می بود. اردو بار اجرای خوب بود، در کل مزه‌دار بود، همگی امرایش کیف کردن. ما همچنان بر خودت از طرف ما 8 نمره و 2 نمره از خاطر سر کم میکنم. تشکر. تشکر آرین جان.
استاد سنجاد دا کمپوز دا سندره ډیره ښکلې مزهداره سندره ده. تا به هم اوریدل. تا خپل کوشش وکړو خو به هر حال نه پوهېږم چې څه وجه وه، خو ډېر ښایسته ډېر خوږ نه و، مزهدار نه و. یو ځای د پکې ډېر ښایسته ویلې، یو ځای نو هغه خیر دی چې هر ځای دې ښه ویلي، هغه ماته خوند واغسته. نو ټوله سندره تا ښه ونه ساتله. دا درته منفي ځکه وایم چې بیا کوشش وکړې چې بیا مخکې لاړ شي. حتما صحیح ده. نو زه هم درته اووه نمرې درکوم. ډیره مننه استاد. حاج جان اجرای امشب حشمت جان از دید شما. حشمت جان عزیز مرحله جدیتر شده میره و ما دوباره زیادتر عمیق‌تر میشنویم آهنگا را و متاسفانه این اجرای خوب نبود و متاسفانه خودتان زیر تاثیر تالار که دوستای شما علاقمندان شما رو تشویق میکنن رفتین و سرا بالا میرفت پایین میرفت، همون مزهداری آهنگ بالکل عیب شده و به مو دلیل من بر خودتان 7 نمره میتونم. تشکر از دوباره عزیز. من از استاد قاسم مسرور میپرسم که چطور است همین آواز حشمت رو شنیدین؟ چطور یک آواز داره حشمت جان؟ آواز بسیار خوب و بسیار لذیذ و شیرینی داره، منتها کوشش بکنه که این بچه‌ها روز به پیشن. انشالله حال از ما مردم خود تیر شد، رفت پیر شده، ولی اینا روز به پیشن انشالله رو به خوبی میرن. خیلی زیاد تشکر از شما استاد. کد رای دهید. تشکری میکنم از تمام مردم عزیز محمد تنها عزیزم که تا حالا مرا حمایت کردن و رای دادن. اگر میخواهید بازم من در برنامه باشم پس لطفاً بازم با من رای بدین. برین به طریق رادیو آشنا شوید. برای رای دادن به حشمت امینی به 456 تماس گرفته کلید 153 را فشار دهید. با طریق پیام کتبی 3 نوشته 8656 بفرستید. خیلی زیاد تشکر. مقصد که رفتی بوتایت یادت نره. همتون عزیز برین به فیسبوک ستاره افغان و میتونین که به ستاره های مورد علاقه تون هر هفته یک رای رایگان ارسال کنین. وقفه میگیریم و در ادامه زلاله جان هاشمی اجرا میکنه. حالا شما میتوانید از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک به ستاره مورد علاقه تان به طور رایگان رای دهید. به صفحه رسمی فیسبوک ستاره افغان رفته در این صفحه برگه رایدهی را انتخاب کنید و بعد از گزینش ستاره مورد علاقه خود دکمه ارسال را انتخاب کنید. فراموش نکنید هر شخص تنها یک رای ارسال کردن میتواند. همتون عزیز دوباره خوش آمدید. مرحله 5 بهترین ستاره افغان است و فراموش نکنید که یک رای شما میتونه که سرنوشت ستاره مورد علاقه شما را رقم بزنه. تکنولوژی روز جهان در خدمت تولید محصول با استانداردهای بین المللی. همیشه و همه جا آب انار رویال. اگر یک بار آب انار رویال استفاده کردین مطمئن هستم که مشتری دائمیش میشین. و حالا وقت اجرا رسیده و این بار میفهمین کی براتون اجرا میکنه؟ زلاله جان هاشمی رو استیج می آید. هلک نره چینار دی جنۍ د ګلونه په سر یې زرین شال دی په غاړه یې ګلونه هلک نره چینار دی جنۍ د ګلونه په سر یې زرین شال دی په غاړه یې ګلونه هلک هلک نره چینار دی جنۍ د ګلونه په سر یې زرین شال دی په غاړه یې ګلونه هلک نره چینار دی
جنۍ د ګلونه په سر یې زرین شال دی په غاړه یې ګلونه هلک بسم الله خوري ولي مینا دی پټا پاتې نشي بسم الله خوري ولي رازا دور څنګه ته چې تاوان در باندې شمه هلک نری چنار دی جنۍ د ګلونه په سر یې زرین شال دی په غاړه یې ګلونه هلک نری چنار دی جنۍ د ګلونه په سر یې زرین شال دی په غاړه یې ګلونه این از زلاله جان اول خب بگویم هلک یکی از آهنگای خیلی سابقه افغانستان زلاله جان دوباره زنده ساخت. در اول نظر قیس جان رو میشنویم که چطور بود اجرای امشب زلاله جان؟ آهنگ بسیار مقبول، انتخاب خوبم بود، آفرین. و اجرای من نظر بر شما میتونم که شما امی احساس آهنگ نگاه کنین، یعنی که بسیار کده آهنگ مزداریاش و آرام اس کنین. کم ذره که کنوزم اس میشد که شما ناراحت هستین، لیکن اجرا فوق العاده عالی بوده که ما بر شما ده نمره بر شما. اینه با ده نمره خوش شروع کردی زلاله جان. استاد نظر شما؟ سندره ډېره ښه انتخاب و، ډېر ښایسته دې وویلې او دا غاړکۍ 2 نمبر غاړکۍ لري، 2 نمبر یې ټیکرۍ لري، 4 شوي. ښایسته کمیز دی 2 نمبر ده لري، څو شوي؟ شپږ. ویښته دی 2 نمبر لري، څو شوي؟ 2 نمبر دی آواز لري، لس. من میخوایم یک سوال بپرسم استاد. ببخشین قیس جان که چون برنامه ستاره افغان استوار بر روی اجرا و سر و لای است، اگر مسئله لباس باشه خب کاملا از برنامه دور میشیم. اگر در مورد اجرا و زلاله جان 10 نمره داره خوب، اگر لباسش داره به این معناست که زلاله 2 نمره گرفته. نه از اون خاطر من میخواستم که یادآوری کنم استاد خب بسیار مهربان هستند، در کار و هنر خود نام خدا فوق العاده عالی هستند. من گفتم شما خب استاد موسیقی سین، استاد فیشن دیزاینر چه وقت شده؟ 10 نمره صرف آوازش داره. اینال درست. یک قدر خوبصورت آواز داره که 10 نمره داره و لباس وی زلفی دا کاکل دی. نام خدا. دیر من استاد. آرین جان نظر شما؟ اجرای هفته گذشته که علیجو بود، غوغا برپا کرد در افغانستان، انشالله که اجرای امشب هم اما یک غوغا را برپا میکنه. این اجرای 100% یک 10 نمره است. این تا فعلا خود 30 نمره شده، ببینیم که 40 نمره پورا میشه یا خیر. اوبای جان اجرای امروز بسیار با تکت خواندی، کل گپایت خوب، اعتماد به نفست از 100% کمک پایین بود، اما میخوایم که بیشتر بالاتر شود که اما مزام بیشتر شود، چون خودت آوازت بسیار زیباست و وقتی که اعتماد به نفسم 100% شود لذت آوازت بیشتر میشه برای شنونده. اجرای خودت کدامش؟ 8 تشکر. اینه 40 نمره را پورا کردیم. تبریک باشه زلاله جان. نظر شما رو میشنویم حسین اجازه بدید. من اگه با اجازه بابا سفر باشه میگم ماشاءالله خیلی هم خوب بود، بسیار بسیار خوب بود. خیلی زیاد تشکر. چون میترسم ولی نمیشه. اما روز اول که آمده بودی در ستاره افغان یک آهنگ اجرا کرده بودی، اون نموره که یک توتگکش از زمزمه نکنیم چرغوتایی که داشت. یادت آمد؟ کد رایدی تو گفته نمیتونی. امروز نمیشه باز هفته آینده. اینال خوب شد که در 2 ماه تیر شد آهنگ یادش رفته. چرا امروز چی گپ است؟ هیچ، خوش است تو. از خوشی بخوان دیگه. نه خیر هفته آینده. بگو خیلی کد رایدی تا. زلاله جان که نمیخوانه دیگه دلک خودش.
ډیر اذیت من نکوم دوستانو چې ماته مری راکړې. مطمئن یم چې پس له دې هم ما یوازې نه پرېږدئ او لاړ شئ کدرېدهی سره آشنا شئ. برای رای دادن به زلاله هاشمی به 456 تماس گرفته کلید 1 5 9 را فشار دهید و از طریق پیام کتبی 9 نوشته به 8656 بفرستید. دیره مننه زلاله جان. تشکر. همتون عزیز یادتان نره رأی شما سرنوشت ستاره های مورد علاقه را تعیین میکنه. وقفه. حالا شما می توانید از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک به ستاره مورد علاقه تان به طور رایگان رای دهید. به صفحه رسمی فیسبوک ستاره افغان رفته در این صفحه برگه رای دهی را انتخاب کنید و بعد از گزینش ستاره مورد علاقه خود دکمه ارسال را انتخاب کنید. فراموش نکنید هر شخص تنها یک رای ارسال کردن می تواند. همتون عزیز دوباره خوش آمدین. مرحله 5 بهترین جشنواره 12 ستاره افغان است و فراموش نکنین رأی شما خیلی تاثیرگذار است و سرنوشت ستاره های مورد علاقه تان تعیین میکنه. روز چهارشنبه هفته گذشته حکمت رضوان در یک مصاحبه فیسبوکی به سوالات علاقمندای آواز خود پاسخ گفته که جریان کوتاهی مصاحبه را با هم میبینیم. سلام دوست عزیز، حکمت رضوان هستم. امروز به خاطر دادن جوابات سوالای شما با فیسبوک با شما میزبانی میکنم. دوست عزیز ما نجیب الله جان سوال کردن که چند سال هستی؟ نجیب الله جان خند 22 سال هستم. لطیف حاجی گفتن که بیرقت بالا زنده باشین، بیرق افغانستان بالا باشه. الهه سعادت گفتن سلام حکمت جان خوب هستی، زنده باشین و آرزو میکنم شما خوب باشین. امین گفتن که حکمت جان از کجا هستی؟ ما از ولایت جوزجان یعنی که به ولایت جوزجان زندگی میکنم. و طارق خان زازه گفتن که تو ستاره مورد علاقه هستی و زنده باشین طارق جان. همتون عزیز اگر دوست دارین که جریان مکملی مصاحبه رو ببینین سر بزنین به صفحه فیسبوک ستاره افغان و فراموش نکنین که در هفته آینده روز چهارشنبه ساعت 4 بعد از ظهر حشمت امینی به سوالات علاقمندای آواز خود پاسخ میگه و حالا اجرای فوق‌العاده زیبا از حکمت رضوان. بیا غشان هوایا بیا غشان هوایا بیا غشان هوایا ماتا جانان هوایا ماتا جانان هوایا بیا غشان هوایا بیا غشان هوایا بیا غشان هوایا ماتا جانان هوایا ماتا جانان هوایا گم کنا درتا یاد گم کنا درتا یاد گم کنا درتا یاد گم کنا خوب گزران وایا خوب گزران وایا خوب گزران وایا ماتا جانان هوایا ماتا جانان هوایا زیم د پادمینه زیم د پادمینه زیم د پادمینه زیم د پادمینه تیا قربان وایا
قربان وایا دیا قربان وایا ماتا جانان ہوایا ماتا جانان ہوایا بیا غشان ہوایا بیا غشان ہوایا بیا غشان ہوایا ماتا جانان ہوایا ماتا جانان ہوایا ماتا جانان ہوایا ماتا جانان ہوایا. باید در یک قسمت ی آهنگ میگفتی که مات رضوان و مایا. خب نظر جوینده صاحب در شروع میشنویم. اجرایتان خوب بود. بسیار جالب بود که خودت یک آهنگ پشتو را با این لذت خواندی، کوشش کردی اقلا. بعضی جایش خوب اجرا کردی، بعضی جایش کمبودیا داشت و این جایت 8 نمره. قربانتان استاد، زنده باشید. تشکر بای جان. آرینا جان. حکمت جان انتخاب بسیار خوب، آهنگ بسیار زیبا را اجرا کردی، اجرایت خوب بود. ما میخواستم یک نقطه را برات امشب بگویم که ما همیشه خودت میفهمی که به خاطر تشویق کردن خودت همیشه بر خودت یک نمره زیاد میتونم. فدایتان استاد. و میخواستم برات بگویم که عذیبات کار نمیکنم به خاطر اینکه مرحله به خاطر ما میفهمیم که مرحله بسیار جدی شدم و باید است که حق به حقدارش برسه. از این خاطر ما باید بسیار جدی داوری بکنیم دیگه. ولی از این گپ خوش هستم که سرت برابر دیگه وقتا دیگه هفته قدر بد نبود، سرت بهتر بوده یا هنگ به مراتب از هفته های گذشته کرده. از این خاطر ما زیاد نمبر تکن نمیکنم، منطقه متوجه باشی. از این بعد امشب ما برات 8 نمره میتونم. درسته؟ تشکر آرینا جان. استاد نظر شما. خیر رضوان جان چې هر ځل راځي خپل انتخاب کوي، دې ځل ته ډېر ښایسته انتخاب کړی. آفرین شه چې هغه بل ځل دې په ازبکي کې ویل چې هزاره ازبک پښتون ټول دې یاد کړه پکې که نه. نن دې ثابت کړه چې په هره ژبه سندره ویلی شي او وایي. ډېر ښه و، خو کرج درته ډېر ښکته و، سر دې ښکته نیولی و. دا چې لږ جګ وي نو ښه و. انتره دې څه ویل چې زه یم ټپه د مینې زه یم ټپه د مینې ته په ایمان وایا ته په ایمان وایا ته په ایمان وایا ماته جانان وایا ماته جانان وا دا ځای خیر ماته جانان وایا. دا دې ښه وویلې شابس. تا داسې ویل چې ښه په ګزران ووایه. دا ښه په ګزران نه دی، ته په ایمان ووایه. دا انتره دې اشتباه وویلې، بل انتره دې ښه وه او نام خدا ډېر ښه شوې. سرو ډېر خراب نه و، ښه نو زه هم درته 2 نمره کمم، 8 نمره در کوم درته. ډېره مننه استاد. و خیل جان نظر شما. حکمت جان عزیز، این آهنگ اجرایتان خوشم آمد واقعا. در شروعات یکی از انپروفشنالی کار که شما میکنین سر میگیرین، این کار باید شما نکنین. از خاطر مرحله جدی شده سر خودتان باید آشنایی سر در ذهنتان داشته باشین. آهنگی که شروع میکنین در شروعات بالکل بی‌سر بودین شما و سرای بالا رو که میرفتین یا سر بالا میرفت یا سر پایین میبود. من از اجرای شما 6 نمره میتونم در شما. قربانتون استاد، زنده باشید. تشکر از داورای عزیز ما. استاد نظر شما رو میشنویم. استاد مسروری یک بار اجرای آهنگ حکمت جان از دید شما چطور بود؟ از دید ما بسیار خوبه، چرا که بچه‌های هم از این بعد روز به پیش هم انشالله خوب میشن. با تشویق همه داور صاحبا که اینا خیلی مهربان و هنردوستن، اینا رو انشالله تشویق میکنم که از این بعد بیشتر بشم روز به روز. خیلی زیاد تشکر استاد. زنده باشین استاد، فدایتون. این دیگه وحدت ملی خو ما همیشه میگم که استیج ستاره افغان یک افغانستان کوچک است که حکمت ما که خودش ازبک است آهنگ پشتو میخوانه. اینجا میگن که ما وطن خدا اینقدر دوست داریم، نداریم؟ بله حتما. بگو عزیزم کدر دیتا. سپاسگزار هستم از هر عزیزی که برام رای دادن و دستای نازنین خدا و زحمت گذاشتن. انشالله فداکاری و زحمات شما را نادیده نمیگیرم و فراموش نمیکنم دوستای عزیزم. و یک سپاسگزاری از تمام عزیزای میکنم که دور از دیار خود ما هستن و دور از خارج، یعنی که خارج زندگی میکنن.
از همه وطندارایم سپاسگزار هستم. قربان شما دوستا، فدای مهربانی شما. برای رای دادن به حکمت رضوان به 456 تماس گرفته کلید 1511 را فشار دهید و از طریق پیام کلبی 11 نوشته به 8656 بفرستید. تشکر. همتون عزیز سر بزنین به صفحه اینستاگرام ستاره افغان و عکس‌های تازه و کاغذ پیچ ستاره ها رو میتونین که در اینستاگرام ستاره افغان پیدا کنین. بعد از یک وقفه کوتاه خلیل یوسفی اجرا میکنه. حالا شما می توانید از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک به ستاره مورد علاقه تان به طور رایگان رای دهید. به صفحه رسمی فیسبوک ستاره افغان رفته در این صفحه برگه رای دهی را انتخاب کنید و بعد از گزینش ستاره مورد علاقه خود دکمه ارسال را انتخاب کنید. فراموش نکنید هر شخص تنها یک رای ارسال کردن می تواند. همتون عزیز مرحله 5 بهترین جشنواره 12 ستاره افغان است و تنها 2 اجرای دیگر از ستاره ها باقی مانده. تشکر از بانک تجارتی افغانستان، تمویل کننده مالی برنامه ستاره افغان. بانک تجارتی افغانستان سریع و آسان. و این هم اجرای فوق‌العاده زیبا از خلیل یوسفی. به فدای تو شوم ای گل زیبا، ای فرشته پاک خدا اوج تمنا، ای بانوی عالم همه جا اسم تو نور است، به خدا داشتن تو برای من والله غرور است، به خدا داشتن تو برای من والله غرور است. مادر تو فرشته رو زمینی، بهشت همیشه زیر پایت میبینی. مادر تو فرشته رو زمینی، بهشت همیشه زیر پایت میبینی. مادر به فدای تو شوم ای گل زیبا، ای فرشته پاک خدا اوج تمنا، ای بانوی عالم همه جا اسم تو نور است، به خدا داشتن تو برای من والله غرور است، به خدا داشتن تو برای من والله غرور است. مادر تو فرشته رو زمینی، بهشت همیشه زیر پایت میبینی. مادر تو فرشته رو زمینی، بهشت همیشه زیر پایت میبینی. مادر به فدای تو شوم ای گل زیبا، ای فرشته پاک خدا اوج تمنا، ای بانوی عالم همه جا اسم تو نور است، به خدا داشتن تو برای من والله غرور است، به خدا داشتن تو برای من والله غرور است. امشب آهنگ هم در مورد مادر شنیدیم و هم در مورد پدر. نظرات داورای عزیز ما در ابتدا استاد سیداگل نظر شما را میشنویم. خلیل جان ماشاءالله
هر ځل ښه اجرا کوي. استایي شروع لږ کم سر و کم هوا و، اول انتره هم داسې و، شروع هم داسې و، آخر دې ډېر ښایسته جوړ کړ، آخر دې ښایسته ختم کړ. درست. نو خیر دی چې تا کې ډېرې خوبیانې دي، خرابیانې کمې دي، نو زه دې یو نمره کموم، 9 نمرې. ډېره مننه استاده. فایز جان شما؟ این آهنگ بسیار یک حس خوب داشته، در کل بسیار احساسات خوب میداد آدم و اجرای شما رقم استادم گفتن. من یک چند جای کمسیری ها رو دیدم، لیکن در کل آهنگ شما بسیار مقبول خوب نگاه کردین که اونم گپ مثبت است. من برای شما 9 نمره میدم. آریانا جان اجرای امشب خلیل از دید شما؟ خلیل جان اجراتون بسیار پاک، منظم، مقبول، بسار، بلای، با احساس، از هر نگاه یک اجرای بسیار خوب بود. من بسیار متاثر شدم که خودت در سر چوکی سرخ شیشته بودی دیشب. امیدوار هستم که هموطنای ما این کار دوباره نکنن و بر خودت رای بدن، چون که خودت لیاقت ازیر داری که باید در این برنامه پیش بری و حتی در تاپ 2 باید باشی دیگه. من در این هفته امی امید دارم که برات باید رای بدن که در چوکی سرخ دیگه نبینمت و برای اجرای امشبت من 10 نمره میتونم برخورد. زنده باش. عبید جان نظر شما؟ خلیل جان عزیز کم نقص اجرا کردین، فقط ما نتونستیم، خودم شخصا نتونستیم زیاد ارتباط برقرار بکنم. شاید بخاطر از اینکه همیشه همینطور است که با کمپوز نو با ارتباط برقرار کردن یک کمک زمان بر می باشه. اما خودت اینمی مرز شکستانده بودی همیشه. اما خب امشب من امور حس کردم. این جای امشب خودت 9 نمره. خوش خیلی تشکر. حسین زاده صاحب. خلیل جان عزیز باعث افتخار همگی ما هستی، خصوصا در افغانستان. ماشاءالله خیلی هم خوب بود، خیلی هم خوب بود، خوش گذشت. زنده باشم. تشکر. همین دیشب که روی چوکی سرخ بودی، امول از دلک چی میگشت خلیل؟ حالا مثلا من در ذهنم انگیزهای خیلی خیلی بیشتریه که من در هفته‌های دیگه انتخاب آهنگم و اجرام خیلی بیشتر از این که هست باشه و بتونم متنوع بخونم، اما از چوکات خود بیرون نیام. این حالی گپا و این رب داره که هموطنای عزیز ما برات رای بدن. بله. من تشکر میکنم از هموطنای عزیز به هر جای دنیا که هستیم، همیشه پر از آرامش و عشق زندگی کنین و خلیل یوسفی باز هم به حمایت شما نیاز داره که من بتونم بروی استیج باز هم برای شما بخونم. میریم که کد رایده ما ببینیم. تشکر. برای رای دادن به خلیل یوسفی به 456 تماس گرفته. کلید 1 5 5 را فشار دهید و از طریق پیام کتبی 5 نوشته به 656 بفرستید. خب تشکر از خودتم خلیل جان. زنده باشید. هموطنان عزیز ستاره ها اجرا میکنند، داورای عزیز ما نظرات خودم میگن و شما هستین که با رأی خود تصمیم میگیرین که کدام ستاره در برنامه باقی بمانه و کدام ستاره حتی بره مقام اول این جشنواره را از آن خود کنه. یک اجرای دیگه باقی مانده و او هم سید جمال مبارز است که بعد از یک وقفه کوتاه براتون اجرا میکنند. حالا شما می توانید از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک به ستاره مورد علاقه تان به طور رایگان رای دهید. به صفحه رسمی فیسبوک ستاره افغان رفته در این صفحه برگه رای دهی را انتخاب کنید و بعد از گزینش ستاره مورد علاقه خود دکمه ارسال را انتخاب کنید. فراموش نکنید هر شخص تنها یک رای ارسال کردن می تواند. هموطنان عزیز بازم خوش آمدید. مرحله 5 بهترین جشنواره 12 ستاره افغان است و آرزو داریم که اجرای امشب ستاره ها مثل هفته‌های گذشته به دل شما هموطنان عزیز بوده باشه. استفاده از تولیدات داخلی موجب رشد اقتصاد کشور میشه. اگر ای بار تلفن جدید میخریدین از سرمایه گذاری خود افغانای ما و از تلفن آیوا استفاده کنین. و آخرین اجرای امشب از میان ستاره ها و سید جمال مبارز اجرا میکنه.
شب یکنی دردی دل در زندگی است خیلی مشکل سگو از دست ندی خود خره گوش بگیر داستان خود مره امروز رفتم خانه جایی نبود از هر جایی چکگم تو جایی نبود که آدم شده دم راست کنه برچگر خونه کس نیه سرشی ناس کنه آدم یادم نمه یه روز خوش ما بک بور شده گوش ما از استروغن نیه آرد نیه جای نیه نان نیه بلد خوردو ای مردک از این کده خوب مردو از یک طرف پرش شده کرای خانه صاحب خانه مگه بدن کرای تانه خیلی سخت خرج خانه بشه روی داشتو قلم قول چپن ای بشه روز خوش تو کار نبشه بیکار بشی از خلق خدا قصدار بشی شو تا صبح بیدار میشینی و از زندگی خوب بیزار میشی نیه زنده مندنه ما مجرد تر شدیم از یاد من رفت زن منه خدا بیزنه کسای گلر قیمت کده ما خواستگار رفتدم همت کده یا کس مسلمان نیه یا قسمت بده دختر تو دلشی دزو کس نیه او را دزور بدی بگوی قسمت کده آجی سری است توی منظور ما از آجی های یسی هستم به دور ما گپ ما سر کسی که اجموره از اونجا برگشته باز برای کجموره همسایش مشت گوش نشوشی در ما آجی خاموشه شی کم سر حالی سفر میزنم ورق بزو آجی شده تایره تشکر از یکی گوش کردی گپ مره حالی کم کم جمعونم گپ خره از زندگی گرفتم تجربه پول دار بشی همه قدست تو خوبه بچش تو را دادم دردی سر قصه رسید ده آخر بلچو حرکت تو و بیرار تسلیم نشده روزگار تسلیم نشده روزگار ای قوم به حج رفته کجایید کجایید معشوق همین جاست بیایید بیایید عبید جان نظر شما در ابتدا تشکر تشکر این یک آی لو یو آمد برد خدا نگاهشون کنه زنده باشید جواب بده بگو آی لو یو تو I love you تو نه کلی پیوفل عبید جان نظر شما را میشنیم در ابتدا جمال جان نام خودت با این دیدی که داری و ایجاد کسب که نوشته کردی از لحاظ تکنیکی هم بسیار عالی بود بسیار خوشایند بود شنیدنش از خاطر که بعضی جای سرعت دلا می ساختی و او بسیار بامزه بود و بسیار طولانی با یک نفس بعضی وقتا دلار 2 بار میگفتی یعنی 2 راوند مکمل 4 بیته این کار آسان نیست و خودت نام خدا هر روز ثابت میکنی که چقدر آدم با استعداد هستی و تکمیلتر شده میری 10 نمره آرینا جان از دید شما اجرای امشب مبارز اجرای مبارز همیشه آدم به حیرت مندازه راستی من نظرت نکنم مبارز همیشه خودت اجرایت فوق العاده باشه روی استیجی سرعتی که امشب دی رپ داشتی واقعا کار ساده نیست هر کسی کار کردن نمیتونه سوژایی که انتخاب میکنیم از مونایی که دربارش گپ میزنی دیگه اجرای امشب بدون شک 10 نمره است تشکر آرینا جان استاد نظر شما را میشنویم زه په دې خبره خوشاله یم چې مونږ ولایت په ولایت وګرځېدو او لکه جمال غوندې مونږ استعداد لاسته راوړو مونږ په دې فخر کوو چې مونږ سره داسې استعداد هم شته او چې څوک د کور کرایه ورکوي هغه ته دا زور معلومیږي چې پیسې ورسره نه او چا نه قرض واخلي ورکړي شاباس آفرین خو یو ځای کې بیدار موشي از زندگی خود بیزار موشي دغه ځای کې لږ ضرب کې مشکل و خیر دی نور ځایونو کې مشکلات و خو دا چې څونه سپیډ کې دی ویل څونه تیزی سره دی ویل دا ډېر مشکل کار دی او دونه شعر ذهن کې ساتل نو خوبیانه دې ډېرې دي د خوبیانو د خاطره زه درته 10 نمرې درکوم و در آخر از قیس جان میشنویم مبارز عزیز خودت البته ما که چندین رپرهای افغانی همکار هستم و خودت یک تاز دیده کارت خب واقعا اگر به نگاه بگوین به نگاه فری استایل رپ هر نوع بگوین شما
آمدتون آمادگی جنگ هستین. آفرین برای شما میگم. و این دفعه خودت البته یکی از اولین رپراستی که در هزارگی شما رپ میکنین. با افتخار شکف مکه و فیض جان نگفتین که چند نمره؟ یعنی چی؟ 10 نمره. یادت هست که در هفته گذشته یک وعده کرده بودی که اگر در هفته آینده روی استیج ستاره افغان آمدم من کد رایدی خودم رپ میکنم. دوستای عزیز میفهمم بسیار حساب میکنین سر مام توقعتان پورا میکنم رای بتین بریم. برای رای دادن به سید جمال مبارز به 456 تماس گرفته کلید 151 را فشار بدهید و از طریق پیام کتبی 1 نوشته به 8656 بفرستید. تشکر. هموطنان عزیز، این بود اجرای ستاره ها و یک اجرای دیگه از مهمانان برنامه ما باقی مانده و حالا وقفه. حالا شما می توانید از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک به ستاره مورد علاقه تان به طور رایگان رای دهید. به صفحه رسمی فیسبوک ستاره افغان رفته در این صفحه برگه رایدهی را انتخاب کنید و بعد از گزینش ستاره مورد علاقه خود دکمه ارسال را انتخاب کنید. فراموش نکنید هر شخص تنها یک رای ارسال کردن می تواند. هموطنان عزیز، مرحله 5 بهترین جشنواره 12 ستاره افغان است و آخرین اجرای امشب مهمانای عزیز ما یک آهنگ در آخر برنامه براتون اجرا میکنن. ستاره هایی که مقام اول، دوم و سوم جشنواره امسال ستاره افغان از آن خود کنند با کمک مالی شرکت هوایی کامیر میرن برای یک هفته به شهر الماتای قزاقستان که از کامیر قلباً سپاسگزار هستیم. شما هموطنان عزیز در بخش بپرس و بدان ستاره افغان از ستاره ها در هفته گذشته سوال پرسیده بودین و این هم پاسخ سوالات شما. سلام بر تمام شما عزیزای دل. خدا کنه در گوشه دنیا باشین، جور سرحال باشین. به بخش بپرس بدان خوش آمدید. فرید الیاس از جرمنی از مبارک جان سوال کردن. سلام مبارک جان، من یکی از بهترین علاقمند یا طرفدار شما هستم. این رپایی که شما درست میکنه هفته به هفته درست میکنه یا از قبل بوده؟ تشکر از جان قن و در جواب فرید الیاس جان گفتم میتونم که ما برنامه هفته قبلم که خلاص میشه برای هفته آینده شما بعد از برنامه قبلی آمادگی میگیرم. بله شعرها رو در هفته نوشته میکنم. سومن از کابل از خلیل جان سوال کردن که ما از خلیل جان سوال دارم که آیا شما امرای کدام ستاره رقابت دارین؟ با تشکر مبارک جان. همین موضوع رقابت خوبه، چیز بدی نیه که آدم رقابت سالم داشته باشه و وقتی به مرحله حساس که میرسه او حس رقابت خوبه که به وجود آدم باشه، باعث میشه که آدم پیشرفت کنه. ولی تا حالا خود کسی رقابت ندارم، نه حالا بعد از این اگه اتفاق بیفته نمیفهم. تشکر از سومان جان بابت سوالی که پرسیدن و زینب جان از آلمان سوال کردن از حشمت که تو دوست داری به مرحله خوششانس کدام هنرمند بر بگرده؟ خوبی انتخاب مردم و رای مردم است که در مرحله خوششانس کی برمیگرده. من خوش دارم بابک جان برگرده. دوستای عزیز میریم ادامه برنامه را میبینیم. هموطنان عزیز، آخرین اجرای برنامه امشب از مهمانان عزیز ما با همی اجرا برنامه امشب ستاره افغان به پایان میرسه و فراموش نکنید که در پنجشنبه شب برمیگردیم با 5 ستاره. رفتیم تا دیدار دوباره. علا باغوان با باغ کارو دارم، علا باغوان با باغ کارو دارم، بدی یک دست گل بیمارو دارم، بدی یک دست گل بیمارو دارم، بدی یک دست گل بر من نشانی، بدی یک دست گل مرا نشانی، با مانند دست گل یک یارو دارم، با مانند دست گل یک یارو دارم. ای خدا جان دلم تنگم، ای خدا جان دلم تنگم،
مثل سنگم دل یارم مثل سنگم نگار خور بدیدم بم لب جوی گلی از او گرفتم میکنه بوی گلی از او گرفتم میکنه بوی گلی از او گرفته بوی نمیدم گلی از او گرفته بوی نمیدم خودم گل میشوم یارم کنه بوی خودم گل میشوم یارم کنه بوی ای خدا جان دلم تنگم ای خدا جان دلم تنگم دل یارم مثل سنگم دل یارم مثل سنگم چرا نالانی ای دل با دل میگم چرا نالانی ای دل چرا نالان و سرگردانی ای دل به عالم خوب رو جان از تو بسیار فتادی در بلا خوددانی ای دل فتادی در بلا خوددانی ای دل ای خدا جان دلم تنگم ای خدا جان دلم تنگم دل یارم مثل سنگم دل یارم مثل سنگم دل یارم مثل سنگم دل یارم مثل سنگم. سلام، برای تماشای قسمت قبلی برنامه اینجا کلیک کنید. برای تماشای قسمت بعدی برنامه اینجا کلیک کنید. برای پیوستن به چینل یوتیوب ما اینجا کلیک کنید و اگر از برنامه ما لذت بردید لایک کنید و کامنت بگذارید.